نوشه امالش راست خب سید حسن آقا یک سوال دارم. خب من طرف وزارت امور خارجه افغانستان آمده. سوال دارم که این آقا این مال 2007 2007 است؟ افغانیست است؟ این افغانیست، نامش معصومی است، فامیلیش هم بختیاری. این در زیر موتر شدی از پول زیو نارسیده در سر حساب بود، در سر حساب خود که میندازه زیر لاستیک میشه و جا در جا میمونه، فوت میکنه. یا از افغانستان. خدایش ای را بیامرزد، ارواحش در بیشت باشه. خدا بیامرزد. خب اصلا آقا او بنده خدای دیگه اینی یکی دیگه هم است. مازه باش که من نیستی بیا اینی سه بیا. خب اصلا آقا ای کیسته؟ این نامش کرنداده. کرنداد. این کرنداده این مال سال 2003 است. این چی را آمویده؟ این دیگه نمیدونم در 2003 که من نبودم که دیگه خیلی خیلی من خبر دارم. این چی شده؟ عاشق یک دختر گریک بوده. این مال 2003 است. خدایش ای را هم بیامرزد، ارواحش در بهشت باشه. آقا اینا کلش در اثر همی که آقا میخواستن ایتالیا برن، بعضی هاش داخل بار افتاده و بعضی هاش در سر لاستیک نگی مرگ است دیگه. خدا تو را بیامرزد. این یکی دیگه شو. این آقا نامش علی جان است. در زمانی یعنی فرانس که از پیش کردا گرفتن، در اون زمان نامش علی جان است. نام فامیلیش هم رحمتی است. دیگه اون ولایت هم ارزگان افغانستان، مال 2003. ازبک هستن؟ نه از ارزگان بچهای نمیدونم. علی جان نام شاید هزارگی باشه. خدایت تو را هم بیامرزد. تو آدم آدم خوبی باشه. اما دیگه چند دارم کجای دیگه ما اینجا مست. کجا؟ نه پایینه. یکیش اینجا. ای همسایه بشارا شهر غریب. نام از این آقا ای شهر غریب ای آرگی ای نامش ظاهره و فامیلیش حسینی است. دیگه مال ارزگانه. این مال 2003 است. ارزگان یک دانه ارزگان دیگه هم اونجا داشتیم. یا مسروای در بیشت باشه. ای شهر غریب پدر و مادر خاک غریب. دیگه اینجا مست. بیاید است. نامدم آقای در این الله باقا زاده. یا نامش طاهره. خدا بیامرزد. این نامش طاهره یا مال 2003 است. اینا هر چی بوده در 2003 4-5 نفر بودن. خب 4-5 نفر بودن. اینا نمیدونم حالا چی رقمی شده. داخل بار اینا فوت کرده، داخل فنز معلوم نیست. منتها 4 نفر است یا 5 نفر است. اینا به 1 سال مال 2003 بوده. اینا روحت شاد بابت مرد جوان. گرامی با دیگه یک دانه دیگه اینجا هم از ارواحش بهشت باشه. نامش قدرت است. و فامیلیش محبی. اینجا ملف سوز کرده. خواهش میکنم اینا مال 2008 2006 این مال غزنی است. اصلا کل تبر تا کشان مالک شد. این مال غزنی است. غزنی چیست؟ غزنی چیست؟ ارواحش در بیشت باشه. دیگه پایینه. برو جواد جان. دیگه ای خدا اگر مرگ بودیم کشور خدا آمده جواد. این نامش یونوسه. یونوس نصراللهی. دیگه یا مال غزنی است. 2005 فوت کرده. ارواحش در بهشت باشه. همه ایش حدیث بگیری کاست. روح شاد پیرمرد. جوان بود یا پیر؟ این جوانه.
خدا بیامرزه اتفاقا. ارواحش در بهشت باشه. شعرت کم تو خدا اندازی کنی خدا که 22/9/2000 این دیگه هست آقای ایدر. جانم. این یکی دیگه هست. این نامش فامیلی شریفی است، نامش هم آصفه، نام پدرش هم موسی است، یا هم از ولایت غزنی است. از ولایت غزنی است افغانستان. این دیگه شما است. اینجا یکی دیگه هم هست. چی سونام 2005 این نامش ظاهر است. ظاهر است، ظاهر وحدت. در 23 سالگی فوت کرده. این در 23 سالگی فوت کرده. پاترا و میبینیم این مال غزنی است. این غزنی جاغوری. آقای در این مال غزنی جاغوری است از افغانستان. سیک آقای در از یا جاغوری هم از قبرستان در قبرستان دوزی نکن لطفاً دیگه. گناه داره. گناه داره. کنه این گریکات خیلی ظلم کرده دم. خدا این قوما را که میینم به هیچ یارو کنم. این یکی دیگه است آقای در. یا مثلا این نامش خدا بیامرز نامش زاکر است. نام فامیلیش هم محمدی است. این هم از غزنی جاغوری است. این هم مال 2003 است. ارواح کل یک تنده بیشت جاهد در بهش جوون این کلا من طرف از مدر توی دیگه گوری با بیازا مهارت خدا سید حسن آقا دیگه این مال مال بالا یا نه دیگه خلاص شده می آخر شد. سید حسن خدا سوز کنه تو من سوا خود اندازه دیگه نمیدم در شهر غریب اینجا عکستم باید که یک دوی بسیدن بخون سید حسن آقا بخون هم دیستان بار رو یک دو بخون خدا بیامرزه ارواح ده بهشت. از طرف ما هم دعا کنه. اما دمتون گرم چون کمانده ها ما نمیدم در کنارم نیست کسی امرو تنها مانده ام روحتان شاد بابا یا کلیسایی ها دمیشون گرم خدایی علاقه اینا مسیحی هم هستن یک پرچم یونان نیست نمیجا نه یک پرچم یونان هم میزدم دزی اصلا نیست که من پرچم یونان رو بکنم اینجوری است اینجوری است گنگاگا گرفته اینجوری میخواد نه حسن جان این دوستانی بوده که در خاطرهای کسکش باید بگویم شرمنده البته جان خودشان از دست داده به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر ایتالیایی نمیدونم کانادایی خلاص حالا پیش آمده دیگه زیر سری لاستیکا قرار گرفتن سری صندوق بقیه اخبار به جواد کتوله میدن چون خود خیلی غمگین هستم حالا من چی بگم بابا خب آقا جواد گفت دیگه اول گفت دیگه آقا سید حسن آقا من چی بگم دیگه ارواح کلشان در بیشت خدا یا کلشان در بیشت باور کلشان در بیشت اگر قبل ازی کتلقی نداشته باشه در بیشت کنگاجی فیلمار در تیپن میده میده گواهی میزنی باشه خواهد اقل اینترنت میده من واقعیت میگم من یک آدم هستم که واقعیت میگم به این دنیا باید کلگیش راست بگیم من اصلا مخور کرده یک ناسم بیدانم که برسیم یا آقای کامرامین بود قبل از ما نامش ناظر را این جوانا رو دیگه
ارواح کل خدا بیامرز ارواح کلش در بهشت باشه ارواح کلش در بهشت باشه. به جوانای دیگه میگیم خاک غریب شدن خیر به جوانای دیگه میگیم دیگه تو جایا نبین لطفا بختیار داره. سنگای خاک از زیرش بیارن سنگ روی زیوانه سنگاش هم میده شده والا. این آقایی که شما میبینین این آقا نامش سید حیدر هاشمی علاقه زیاد به دزدی ما به خاطر خود اندازی نمیدم خب به خاطر از سفارت افغانستان آمدیم به خاطر که مرده ها رو چی کنم در خانواده‌شون اطلاع بدم. خب به هر حال اینا آرزویی دارم پدر مادرشون که پیسه رای میکنم بگم خیالتون راحت بشه بایستان خبری نیست. بگه اینجا پیسه نرخته کی